الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مناسبت‌های گوناگون در طول سال وجود دارد که شیعیان این روزها رو اگر روز حزن باشد محزونند و اگر روز شادی باشد شادند، به تمسک به قرآن و سنت. پیامبر اکرم فرمود انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیامبر اکرم خطاب به مسلمان ها: من دو چیز گرانبها رو برای شما به یادگار میگذارم، دو چیزی که میتواند خوشبختی شما رو تضمین کند. یکی کتاب خداست و دیگری اهل بیت علیهم السلام و اینها از هم جدا نمیشوند تا روز قیامت. ما هر کلامی، هر سخنی، هر جمله‌ای و هر رأیی رو در جامعه اگر بخواهیم مطرح کنیم باید ابتدا نظر کنیم به کلام پیامبر اکرم که فرمود من این دو چیز گرانبها رو امانت نزد شما قرار میدهم. ببینیم کلام و این نطق ما مطابق است با کتاب و سنت یا نه. اگر مطابق با قرآن باشد، مطابق با سنت باشد، ما عمل کرده ایم به کلام پیامبر اکرم روحی له الفدا. قرآن کریم از ما چه خواسته؟ نشانه آن است که اینا متقی اند که دنبال بیان و مطرح کردن و نشان دادن شعائر خداوند متعال به مردمند. تقوا چیه؟ تقوا به معنای محفوظ داشتن روح و نفس است از آنچه بیم می رود که به آن زیان برسونه، به انسان زیان می رساند. انسان امیر المؤمنین در معنای تقوا فرمود التقوا اجتناب. تقوا یعنی اجتنابه، یعنی باید ببینیم خداوند متعال چه چیزی را از ما خواسته است نسبت به آنچه که مخالف با اون افعالی است که خداوند متعال از ما طلب کرده اجتناب کنیم، دنبال اون کارها نریم. این نشانه تقواست. و امام صادق فرمود در پاسخ به این که تقوا چیست، فرمود تقوا این است که اگر کسی خواست فعلی را انجام بدهد خدا را غایب نبیند و در جایی که از کاری نهی شدی خدا را حاضر ببینی، یعنی اون کاری که خدا از تو خواسته است او را انجام بدی.
و اون کاری که خداوند متعال تو رو نهی کرده است او رو انجام ندی. خدا در این آیه قرآن ابتدا انسان برتر رو معرفی کرده، کسی که شعائر رو حفظ میکند، چون تقوا نهایت پاکی و منزه بودن انسانه. انسان اگر از گناه دوری کرد، واجبات رو انجام داد، شخصی است که عاقبت به خیر است، شخصی است که جنت مأوای اوست. لذا خداوند متعال در من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب میخواد بیان کند بنده های خوب خدا کسانی هستند که نشانه های خدا رو زنده نگاه می‌دارند. شعائر جمع شعیره است به معنای علامت و نشانه. بنابراین شعائر الله یعنی ما نشانه پروردگار رو حفظ کنیم. من یعظم شعائر الله یعنی کسی که نشانه خداوند متعال و آنچه که دال بر خداوند متعال است او رو بزرگ بشمارد. و معنی تعظیم در این آیه شریفه بزرگ داشتن کس یا چیز. کسی که از شعائر حفاظت می کند، اونا رو تعظیم شعائر رو تعظیم می کند، شعائر رو بزرگ می شمارد، این نشانه آن است که این انسان متقی است، انسان پاک است، انسان وارسته است. پس انسان اگر بخواهد نشانه تقوای الهی داشته باشد باید از شعائر حفاظت کند، شعائر رو بزرگ بشمارد. قرآن 3 مطلب رو در این آیه قرآن بیان کرده. یکی اولا خدا به چه چیزی علاقه دارد، خداوند متعال چه چیزی رو دوست دارد. خب انسان متقی انسان برتره. من یعظم شعائر الله، اینایی که شعائر خدا رو تعظیم میکنن اینا انسانهای برترن، اینا متقیانن، اینایی کسایی هستن به مرتبه والا رسیدن. لذا اولا خدا بیان کرده است در این آیه قرآن چه چیزی رو دوست دارد. دوم میفرماید و دومین مورد که خداوند متعال در این آیه کریمه میفرماید اگر کسی شعائر رو حفظ کند مصداق انسان متقی است. یعنی انسان متقی رو با حفظ شعائر و تعظیم شعائر معرفی کرده است. سوم خداوند متعال ذیل این آیه قرآن وقتی انسان متقی رو معرفی میکند، خدا که عبث معرفی نمی کند، میخواد بندگان متقی متوجه باشند که اگر انسان بخواهد تقوای کامل داشته باشد باید به شعائر عمل کند. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب یعنی من خداوند متعال برای بندگان خود خوب خودم میخواهم که به شعائر عمل کنن، شعائر منهجشون باشه، دیدنشون باشه. این 3 مطلبی است که از ذیل آیه قرآن به دست میاد. خب مصداق شعائر چیه؟ خداوند متعال شعائر رو دوست دارد، انسان برتر رو به واسطه شعائر معرفی کرده است و دوست دارد بندگان او را انجام دهند. مصداق شعائر رو خود قرآن کریم بیان کرده. قرآن کریم می‌فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر خداست. سوال ما این است صفا و مروه آیا خود دو کوه موضوعیت دارد؟ یعنی این 2 تا کوه شعائر خداست، وقتی انسان به او نظر می کند یاد خدا می افتد، یا نه امر دیگه‌ای مراد است؟ اگر مراد 2 کوه باشد خب کوه حرا، کوه ثور که اولاترن در این قضیه، چون در کوه حرا اتفاق افتاده است اولین وحی برای پیامبر نازل شد، حضرت به پیامبری مبعوث شد و اولین آیات قرآن در اونجا نازل شد. باید این کوه نشانه خدا باشد.
دوم کوه ثور است، اون کوهی که کفار قریش در اون اوائل آغاز هجرت در مدینه منوره حمله کردند به خانه پیامبر تا پیامبر رو به شهادت برسونن. پیامبر اکرم به کوه ثور پناه برد. قرآن کریم باید این رو شعائر قرار بدن که نشانه نجات پیامبر است از دست ظالمین به برکت و عنایت خداوند متعال. چرا کوه قرار داد صفا و مروه رو؟ مراد کوه نیست. در بین این دو کوه چی واقع شده؟ یکی غربت مادر و پسر، دو تشنگی کودک، سه فداکاری مادر، چهار مایوس نشدن از رحمت خدا، پنجم لطف خدا به واسطه جاری کردن اون آب زمزم. خداوند متعال می‌فرماید اگر به کوه صفا و مروه نظر کنید نشانه مرا خواهید دید. لذا بندگان متقی خدا، نشانه خدا کوه صفا و مروه است، یعنی آنچه که در صفا و مروه قرار داده. اگر انسان متقی رو بخواهید بشناسید، انسان مؤمن رو بشناسید، نگاه کنید از قضیه کوه صفا و مروه چه میگوید. قرآن اینو میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله. از اون طرف من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که این جریان رو بیان میکند، این بر جریان رو میگوید، این نشانه آن است که انسان متقی است، وارسته است، خودش رو ساخته است. سوال از شما میکنم، خداوند متعال وقتی جریان صفا و مروه رو اشاره میکند ان الصفا والمروه من شعائر الله، خدا از جریان داخل این کوه بین دو کوه که رخ داده است قضیه خاصی رو اراده کرده؟ فقط غربت رو اراده کرده؟ فقط تلاش مادر رو اراده کرده؟ فقط به وجود آمدن آب زمزم رو اراده کرده؟ یا تمام قضایایی که در بین صفا و مروه رخ داد در نظر گرفته؟ خدا تمامش رو شعائر قرار داد، حتی تشنگی کودک. پس خداوند متعال تشنگی کودک رو از شعائر قرار داد. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. تعظیم شعائر تمام جریان بین صفا و مروه است. و از طرف دیگر پیامبر میفرماد انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله. این کتاب خدا معلوم شد. کتاب خدا در مورد شعائر انسانهای متقی رو کسانی معرفی کرده است که شعائر رو بزرگ میشمارن، تعظیم میکنن. در مورد شعائر که قرآن کریم انسانها رو ترغیب میکند به انجام آن، ترغیب میکند به شعائر، در اهل بیت در مورد شعائر چه میگویند؟ اهل بیت کلمات مختلفی دارند که تمام کلمات اونها برمیگردد به مظلومیت اهل بیت، برمیگردد به تمام جریانی که برای اهل بیت رخ داده است. امام صادق فرمود من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. فرمود من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا. امرنا فرمود یعنی تمام قضایای اهل بیت، تمام اون چیزایی که اهل بیت گفتن، تمام اون چیزایی که برای اهل بیت رخ داده است، فردای قیامت زبانش گویاست، قلبش روشنه، مبشر است به جنت. امام صادق فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح. لظلمنا یعنی هر ظلمی که برا ما اهل بیت رخ داده است، این نفس کشیدنت هنگامی که تو ناراحت هستی به خاطر ما غصه داری، بدان که این تسبیحه، یعنی خداوند متعال برای تو در میزان اعمالت اجر می نویسد. امیر المؤمنین افتخار می کند ان الله اختار لنا شیعه
ینصروننا و یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا. فرمود لنا شیعه ینصروننا، ما رو نصرت میدهن. نه، یعنی تمام ما اهل بیت رو، تمام وقایع اهل بیت رو، آنچه که برا ما رخ داده است یا آنچه که ما نقل کردیم یا آنچه که از ما مشاهده کرده اند، با بیانش به مردم که مردم قضایا رو بدونن، اینها ما رو یاری میکنن، یاریگر ائمه هستن روز قیامت. امام رضا فرمود ان سرک ان تکون معنا، ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. لحزننا لفرحنا یعنی تمام وقایعی که برای ما رخ داده، تمام جریانی که برای اهل بیت رخ داده، اگر بخواهی فردای قیامت خداوند متعال در اون درجه عالی تو رو قرار بده، محزون بشو به حزن ما، شاد بشه به شادی ما. امام رضا فرمود یا دعبل احب ان تنشدنی شعرا فان هذه الایام ایام حزن کانت علینا اهل البیت. اینا برای ما روزای حزنی بود، برای همه ما روز حزن بود. فان هذه الایام، این ایام تمام وقایع رخ داده درش، هم سید الشهدا شهید شده، هم بچه هاشو کتک زدن، هم بچه هاشو اسیر بردن، هم علی اصغرش رو ذبحوه من الورید الی الورید، هم علی اکبرش رو قطعوه اربا اربا. لذا امام میفرماد هذه الایام ایام حزن علینا. تمام واقعه رو حساب کرده امام صادق بعد دعا کرده اللهم ارحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا، جرت دموعها رحمتا لنا، یعنی به خاطر ما، به خاطر مظلومیت ما، به خاطر اون چیزی که خلفای جور بر سر ما آوردن. وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، کسایی که میسوزن، کسایی که دلشون سوخته برای ما، و رحم کن اون فریادی که برای ماست. وارحم الصرخة التي کانت لنا. لنا که میفرماید یعنی تمام وقایع ما، یاد هر وقایعی که میفتن گریه میکنن، یاد هر ظلمی که میفتن گریه میکنن. در بین دو کوه این وقایعی که رخ داد، از هم قرآن انسان رو به انجام شعائر تشجیع کرده است، هم اهل بیت از ما خواسته اند که به هر صورت ممکن شعائر رو برگزار کنیم. مگر امام صادق در زمان هدنه نبود؟ مگر امام باقر در زمان هدنه نبود؟ مگر زین العابدین روحی له الفدا در زمان هدنه نبود؟ مگر زینب سلام الله علیها اعداء دور برشون نبودن؟ اینها با این احادیث و با این بیانشون از ما خواستن که انجام بدیم. حزن برای اهل بیت شعائره، برگزاری مراسم برای اهل بیت شعائره. هم قرآن خواسته، هم اهل بیت از ما خواستن. قرآن چه گفت؟ قرآن فرمود بین دو کوه واقعی رخ داده که هر کس این واقعه رو گرامی بدارد، این نشان بده انسان متقی است، از تقوای اوست. چی رخ داد؟ یه مادر و پسری غریب بودن، تشنگی بر کودک عارض شد، فداکاری کرد مادر، مایوس نشدن از رحمت خدا، لطف خدا، آب زمزم برای آن جاری شد تا این کودک از آب سیراب بشه. بعد قرآن چی میگه؟ ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب. میگه این قضایایی که ما در قرآن میگیم، بیان میکنیم، اصحاب خرد میفهمن چی میخوایم بگیم. شما حق نداری از واقعه کوه صفا و مروه تشنگی بچه رو خارج کنی.
یعنی تشنگی بچه جزو شعائر خداوند متعاله. یا اول الابصار حواست باشه گریه کودک شعائر خداست اگه برای خدا باشه، شهادت بچه شعائره اگه برای خدا باشه، حرکت کودک برای خدا اگه باشه شعائره. و لذا میبینید زین العابدین گریه میکند شب و روز. امام حسین وقتی فرزندش علی اصغر رو به دامن میگیرد دعا میکند و نفرین میکند اعدا رو. زهرا سلام الله علیها برای اینکه حقانیت رو بیان کند شب و روز گریه میکند. زین العابدین سوال میکند از مختار از هرمله بگو، هرمله چه شد؟ نشان میدهد زین العابدین مسئله علی اصغر رو جزو ماتم و جزع اهل بیت میداند که این ظلمی که به این کودک شده است، آن کسی که این ظلم رو بر اهل بیت انجام داد عاقبتش چه شد؟ آیا برگزاری مصائب حضرت زهرا و فرزندش از شعائر هست یا نیست؟ قرآن فرمود یا قرآن فرمود ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب. تمام قضایایی که در قرآن هست، تمام مواردی که در قرآن ذکر کردیم عبرت است برای اولو الالباب. این فهم قرآنی است از آیه قرآن. این آن چیزی است که از آیه قرآن فهمیده میشه که خدا دوست دارد. خدا دوست دارد آنچه که شعائر است او رو تعظیم کنی. علی اصغر شعائره، محسن فرزند حضرت زهرا شعائر است بنابر آیه قرآن و بنابر قول خداوند متعال که فرمود ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب. امام صادق چه فرمود؟ فرمود من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا. امر ما به چی وحی میشه؟ امر ما به چی واقع میشه؟ سخت. اگر بگی که اینها ظلم کردن و دخت رسول خدا رو که یادگار رسول خدا بود از وصی رسول خدا خواست دفاع کند، آمدن پشت در به دخت رسول خدا که وحی در خانه اش نازل میشد حمله کردن و بچهش رو سخت کردن، همین خودش نشانه خداست، خودش نشانه بیان حق است که اهل بیت جان و مالشون رو در راه حق فدا کردن، حتی بچه‌ای که در جنین بود، حتی بچه‌ای که در شکم بود. فرمود امام صادق نفس المهموم لظلمنا تسبیح. آیا برای بچه محسن سخت شده حضرت زهرا حباً برای امیرالمؤمنین، حباً برای حضرت زهرا سلام الله علیها که اون مقام رفیعی رو داشتن، اگر کسی آمد روزی رو به عنوان این روز این کودک قرار داد، ماتمی رو به عنوان ماتم این طفل قرار داد، آیا این تسبیح حساب نمی شود؟ آیا این مطابق بر آن کلام امام صادق که فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح نیست؟ امام امیر المؤمنین روحی له الفدا فرمود ان الله، دارم اشاره می کنم که همین روایات دلالت می کند بر این که ایامی که حزن است برای اهل بیت اینا جزو شعائره و هر کسی که این ایام رو احیا بدارد مطابق تقوی القلوب است، مصداق است برای این که من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. امام فرمود اختار لنا شیعه ینصروننا، ما رو نصرت میدن. در چی نصرت میدن؟ اگر بیان کنید که به این خانه حضرت هجوم بردن، حضرت سلام الله علیها حامله بود، حتی به طفلش رحم نکردن، او رو بین در و دیوار قرار دادن و بچه‌ای که هنوز متولد نشده بود و در جنین بود او رو سخت کردن. فرمود ان الله اختار لنا شیعة ینصروننا، نصرت میدن ما رو، یعنی مظلومیت فاطمه زهرا رو به مردم بیان میکنن. مگر میتوان مظلومیت حضرت فاطمه رو به غیر از سقط جنین حضرت بیان کرد؟ حضرت از چه مریضه شد؟ از ضربه.
در ضربه چه واقعی رخ داد؟ محسن سخت شد. بعد امام میخواد اشاره کند کسانی که این ایام رو گرامی میدارن وعده بهش بهشون داده. وعده بهش به کی است در این روایت؟ امام رضا فرمود ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. فاحزن لحزننا یعنی روزی رو قرار بده برای محسن و براش گریه کن، براش ناله کن، براش زاری کن. مگه محسن جزو اهل بیت نبود؟ ینصروننا مگر جزوش نیست محسن سقط؟ اینا تمام این ایامی که مؤمنین و متدینین و محبین اهل بیت برای حزن اهل بیت قرار میدن از قرآن و روایات خارج شده. یعنی عمل به کلام پیامبر که انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. امام رضا که میفرماید یا دعبل احب ان تنشدنی شعرا فان هذه الایام ایام حزن کانت علینا اهل البیت. این روزا اشاره میکند به محرم، ایام حزن برا ما بوده. امام رضا میفرماد پدر من محزون میشد دهه محرم، رو اوجش روز دهم بود. خب تمام روزهایی که مصائب اهل بیت بوده ائمه روحی لهم الفدا محزون بودن. یعنی تنها فاطمیه نیست، قبل از فاطمیه هم زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن. شیعیان من علی ابن ابی طالب محزونم، تو هم محزون باش. من امیرالمؤمنین بچه‌ای که هنوز متولد نشده بود با فشار در سختش کردن، من برای همسر و فرزندم محزورم. ای ولایی، ای متدین، ای اهل خدا، تو هم محزون باش. این پیام کلام امیرالمؤمنین روحی له الفداست. بعد امام صادق چه گفته است؟ دعا کرده. دعا کرده بر کیا؟ اینا که دهه میسازن، اینا که ایام اهل بیت درست میکنن تا مردم به خدا نزدیک بشن، چون تعظیم خدا میکنن. چی فرموده امام صادق؟ اللهم ورحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا. جرت دموعها رحمتا لنا. مگر محسن از اهل بیت نبود؟ مگر رقیه از اهل بیت نبود؟ مگر علی اصغر از اهل بیت نبود؟ آیا اینا جز اهل بیت نیستن؟ مصداق بارز کلام امام صادق علیه السلام نیستن؟ فرمود ورحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا ورحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. خدای رحمت کن اون قلبایی که برای محسن میسوزه، اون قلبایی که چندین روز رو برای این مصیبت قرار میده، اون قلبی که برای رقیه میسوزه، اون قلبی که برای علی اصغر میسوزه. اینا همه مصادیق اهل بیتن، مصادیق لنای در روایاتن. ورحم تلك الصرخة التي کانت لنا. اون فریادی که میزند میگه وا محسنا، اون فریادی رو که میزند میگه وا رقیه، اون فریادی که میگوید یا رقیه، اون فریادی که میگوید یا علی اصغر. امام میفرماید تو اگر محسن رو ندا میکنی و روزی رو قرار میدهی برای اهل بیته، برای حفظ نام اهل بیته، برای گرامی نگاه داشتن اهل بیته. فاطمه زهرا سلام الله علیها شب و روز گریه میکرد. خب این شب و روز برای چی گریه میکرد؟ گاهی وقتا گریه کارسازه. گریه میتواند دین رو به مردم تفهیم کنه. چرا زین العابدین 40 سال آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد؟ گفتن آقا بسه. گفت چگونه بس باشد و خودم دیدم 18 تن از بهترین بنده های خدا رو جلو خودم سر بریدم. چرا امام حسین سلام الله علیها حجت رو تمام میکند، فرزندش رو به قربانگاه میاره؟
میخواد بگه ما برای دین بچه‌مون رو هم میدیم، برای دین محسنمون رو هم میدیم، برای دین، برای اینکه واقعه قف زنده بمونه رقیه هم میره تا تو اون بلد بنی امیه بمونه این واقعه، نیان منکر بشن بگن این قبر مال رقیه است. اون ملعون چه کرد یزید که قلب این کودک رو گرفت، جان به جان تسلیم کرد هنگامی که سر پدر دستش بود. آیا بچه‌های ما با ایام محسنیه ساخته میشن، تربیت میشن، خلق و خوی اهل بیت رو میگیرن، در پای منابر حاضر میشن، موعظه اخلاقی گوش میدن، یا این مجالس و این لطفی رو که میشه در حق اونا کرد اونا رو کمرنگ کنیم، از اونها بگیریم با این فسادی که الان مشهور شده؟ آیا اهل بیت برای برگزاری این ایام خوشحال میشن که مطابق با روایاتشون است، یا معارضه کنیم با این روزها؟ کدوم از اونها رضایت اونها رو داره؟ آیا برگزاری این مراسم و این ایام مطابق با قرآن و سنت است یا مطابق نیست؟ که میبینید از فحوای هم قرآن کریم هم روایات محسن سلام الله علیه مصابش مصاب اهل بیته، و لذا اگر روزی رو براش قرار میدن هیچ جای شبهه نیست، شک نیست، این از شعائره، این چیزیست که اهل بیت طلب کردن. مردم متدین و مؤمن میخوان برای آخرتشون چیزی رو ذخیره کنن، دنیا که براشون ارزش نداره که مردم چرا همش تو حزن باشن. مردم دنیا رو خدا خلق کرد لیعبدون، اون حزنم عبادته. قرآن کریم میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حزن برای اهل بیت، برگزاری ماتم برای اهل بیت، قرار دادن ایامی برای عزای اهل بیت، این همش عبادت است. خدا این رو اراده کرده. ما نباید کلامی رو بگوییم که مخالف با اراده خدا باشه. لذا وظیفه ماست ما شیعیان که اولا آنچه که قرآن و اهل بیت گفتن عمل کنیم و آن چیزی رو که مطرح می شود به قرآن و اهل بیت ارجاع بدیم. قرآن من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ان الصفا والمروه من شعائر الله. یه بچه بین دو کوه تشنه شده، خدا شعائر قرار داده. همین محسن سقط، محسنی که در واقعه هجوم به دار سقط شد، اینم نشانه خداست. چون کسی که واقعه دار رو میبیند و ظلمی که در واقعه دار رخ داد مشاهده میکند، میشنود، یاد نشانه خدا میافتد. و لذا واقعه دار از وقایع مسلمی است که طرفین نقل کردند و سقط محسن از وقایع مسلمی است که فریقین نقل کردند. و بنابر آنچه که از قرآن و روایات به دست می آید، انسان اگر بخواهد به خدا نزدیک شود، یکی از مواردش حزن به اهل بیت است. مصداقش فرزند امیرالمؤمنین محسن سقط است. خداوند متعال به ما این قدرت رو بدهد و این بصیرت رو بدهد که بتوانیم با درک معارف اهل بیت روحی لهم الفدا کلامی رو نگوییم که خدایی نکرده مخالف قرآن و سنت باشد و آخرتمون رو به واسطه یک کلام که بدون فکر نقل شده است خراب بکنیم. مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده، مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده، مادر چرا خون از گریبانت شکیده، مادر چرا دیگر نمی آید صدایت. زینب جان من بهت میگم چرا، چون مادرت رو سیلی زدن، بین در و دیوار قرار دادن، محسنش رو سقط کردن. این یه منظره بود زینب دید، یه منظره هم کربلا. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا.
باور نمی کردم زنده باشم سر تو رو برادر بالای نیزه. الا لعنت الله علی القوم